سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم پیشنهاد شما میکنیم. امروز 20 اپریل است. حالا نگاه به عنوان چندی از گزارش های برنامه. در شهر باختر آشخانه به کامی آتش رفت که به کمبیزواتان خوراک رایگان میداد. و خوبی در این بود که روزهای جمعه خدمت‌رسانی های به پول داشت و خدمت‌رسانی آنها خیلی خوب و باصفت بود. روسیه از نظامیان اوکراین در ماریوپل طلب دارند تسلیم شوند. کشورهای غربی به اوکراین سلاح وزنین و تحریم بیشتر به مسکو را وعده دادند. ساکنان واروخ در مرز قرقیزستان از حکومت راه درست، چراگاه و آب می‌خواهند. چراگاه بسیارش قرقیزان از این خود کار گیتند که فقط علامت گذاری شود این سونی حل میشه. برنامه را با خبری از شهر دوشنبه آغاز می‌کنیم. عزت امان حامی زندانی مهاجران را باز به گرفتن $9,000 دیگر متهم کردند. مقامات میگویند دعوای نو از نام یک ساکن باختر رسید، اما هویتش را آشکار نمی‌کنند. پیوندانش گفتند عزت امان معامله با این ساکن باختر را تصدیق کرده است، ولی ادعای او را در مورد $9,000 به پایان آمیده است. عزت امان ماه مارس سال گذشته در دوشنبه دستگیر و بعداً به 9 سال زندان محکوم شد. این زمان علیه او با گمان قلابی به مقدار مخصوصاً کلان پرونده نو شدند و تحقیقش ادامه دارد. ضمناً امروز عزت امان 49 ساله شد. حالا رو می‌آوریم به جنوبی تاجیکستان که در آنجا روز گذشته قهوه‌خانه زیتونه آتش گرفت. این قهوه‌خانه واقع در شهر باختر ولایت ختلان روزهای جمعه به مشتریان خوراک رایگان می‌دهد و در آن نوشیدن نوشاکی‌های اسپریتی منع است. همکارم کیومر سیاتا این موضوع را پیگیری کرده است. سوختار در قهوه‌خانه زیتونه در شهر باختر. آتش نشان‌ها به جای حادثه رسیدند و آن را خاموش کردند. مقامات سبب سوختار را یکباره بلند شدن شدت برق گفتند. ساکنان هم عین شکایت را دارند. ولی در اداره برق باختر میگویند که از مردم هیچ مراجعت نگرفتند. در این قهوه‌خانه بود و در آنجا نوشاکی‌های اسپریتی منع کرده شده و تماکو کشیدن هم در آنجا نیز منع کرده بود. و خوبی در این بود که روزهای جمعه خدمت‌رسانی های به پول داشت و خدمت‌رسانی آنها خیلی خوب و باصفت بود. مقامات باختر هنوز زیانی رسیده را از سوختار حساب نکردند. قهوه‌خانه زیتونه از آغاز ماه رمضان در خود را برای مشتریان بسته بود. در این ماه اکثرا آشخانه و قهوه‌خانه ها در تاجیکستان تعطیل می‌کنند. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. وزارت مدافع روسیه برای تسلیم شدن سربازان ارتش اوکراین در ماریوپل شرطی نو گذاشته است. بر اساس این باید سربازان و افسران محاصره شده سر از امروز 20 اپریل به بیرون برآمده تسلیم شوند و پرچم‌های سفید را بالا کنند. روسیه می‌خواهد با پیروزی در ماریوپل محو کشتی پرچم بردار مسکو را در بحر سیاه جبران کند. زرنگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. روسیه در پی غرق شدن کشتی عظیم جنگی خود در بحر سیاه حمله ها به اوکراین را بیشتر کرده است. به ادعای مقامات روسیه کشتی مسکو در پی سوختار نابود شده است. اما مقامات اوکراین تاکید می‌کنند که کشتی را ضربه موشکی نظامیان این کشور تخریب کرد. روسیه رسما درباره تلفات معلومات نداده است، ولی خبرنگاران اسم دست کم 8 سرباز نیروهای بحری را معلوم کردند که به نام و نشان یا کشته شدند. لیانید ساوین یکی از ملاحان بیدرک شده روس است. تابستان سال 2021 به خدمت رفته بود. نزدیکانش میگویند بعد از 2 ماه باید به خانه برمیگشت. به گفته این نزدیکان لیانید سربازی قراردادی نبود و نباید به جنگ برده میشد. والدان لیانید و چندین سرباز دیگری بیدرک شده با مراجعت به مقامات طلب کردند که به آنها حقیقت را بگویند. جنگ در چند منطقه اوکراین مخصوصا در شهر بندری ماریوپل ادامه دارد. این شهر زمان آباد چندین هفته باز زیر بمباران نظامیان روس قرار دارد. وزارت دفاع روسیه از مقامات اوکراین طلب کرده است که به سربازان در محاصره افتاده ماریوپل دستور تسلیم شدن را دهند. به آنها تاکید کردند که سربازان باید از ساعت 2 نصف روزی 20 اپریل مقاومت را بس کنند.
مقامات اوکراین چند روز پیش اعلام کردند که سربازان در ماریوپول تا آخر می جنگند. به گفته آنها حمله های پیوسته روسیه به این منطقه مردم آسایشته را در رنج و عذاب مانده است. ساکنان آسایشته بیش از 40 روز باز در این شهر محاصره شده در بحران بشری قرار دارند. آنها آب ندارند، غذا ندارند، گرمی و برق ندارند. ما از همه شریکان خود دعوت میکنیم که برای پیشگیری از فلاکت‌های بیشتر این بحران یاری کنند. ادامه یافتن خرابکاری ها رسما کمک بشردوستانه را به منطقه های جنگ زده ناممکن کرده است. مطلب بعدی ما از افغانستان است. روز 19 اپریل در یک لیسه پسرانه که در محله هزاره‌های شیعه مذهبی کابل جایگیر است 3 ترکش رخ داد. طالبان گفتند حادثه را تحقیق دارند. داعش در گذشته حمله ها در این محله را بر دوش گرفته بود. شهلای گلخوجه گزارش می‌دهد. بر اثر چند ترکیش در یک مکتب بچگانه محله هزاره‌های شیعه مذهبی شهر کابل دست کم 6 نفر کشته و 11 کسی دیگر جراحت برداشت. در میان قربانی ها یک چند کودک هم بوده است. طبق گزارش‌های غیر رسمی تلفات بیشتر از این است. سخنگوی پلیس کابل خالد زدران گفت که ترکیش‌ها در مکتب عبدالرحیم شهید واقع در منطقه دشت برچی کابل و در فاصله چند دقیقه به وقوع پیوستند. یک افسر امنیتی به خبرگزاری آلمانی دپا گفت که حمله ها به واسطه نورینجک ها به عمل آمدند. دو برادرزاده من نمی‌جا در مکتب است. واسه انتحاری شد ما برآمدیم که خبر بگیریم اینجا آمدن. در شاگردان مسئولی از راه کوچه میبرم، از راه بام خانه. باز این طرف سعی کردم که این جمجمه از یک انتحاری اینجا شد. تا حال یگان گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است. در گذشته مسئولیت حمله ها در منطقه دشت برچی را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر عهده گرفته بود. شدتش بسیار چی بود که حتی شد در بیرون انفجار کرد. داخل مکتب هم شیشه‌های ما شکسته است، کتابخانه ما شیشه‌های شکسته، صنف‌های ما شیشه‌های شکسته. دیگه شاگردان بسیار سراسیمه شده بودند، شاگردان بسیار بر خطا شده بودند. محل حادثه رفتیم دیدیم که 4 تا 5 تا شاگردان سر در سر افتادن، در حالت نزع جان کندن بودند. بسیار جگر ما خون شده. بعد از اینکه ما رفتیم در صنف‌های خود هدایت دادیم که دیگه شاگردای ما سراسیمه بودند که کسی از صنف‌ها از دهلیز در بیرون خود مینداختند، از دیوارا مینداختند. ماه می سال گذشته در نتیجه ترکیش در نزدیکی های همین مکتب کمش 85 کس کشته و 10 مکتب خوان اکثرا دختران مجروح شدند. در جلسه نوبتی پارلمان تاجیکستان یک وکیل بر رهبریت وزارت مدافعت درباره دعوت بهاری سوال داد، ولی این وکیل را رئیس مجلس نمایندگان هشدار داد که بیرون از موضوع گپ نزند. این وکیل گفت سوالی را به نماینده وزارت مدافعت داد که مردم آن را دانستن می‌خواهند. او چی سوال داد و در پارلمان چه گفتند؟ در گزارش همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله بشنوید. یک ماه رفته خدمت کردن. موضوع دعوت جوانان به ارتش یکی از مسئله‌های بود که در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان مطرح شد. هرچند در روزنامه جلسه این مسئله پیش بینی نشده بود. وکیل عبدالعلیم غفوروف از معاون اولی وزیر دفاع پرسید که وضع جلب جوانان به ارتش چگونه است و بیش از 11 میلیون سومانی پولی که بر عوض آن شماری از جوانان از خدمت آزاد شدند کجا شد؟ دعوت فینانسر دیدمان بود. یگان مشکلی مو دعوت بهاری سالجوری مونده. واسه با موضوعی که از جمله سرمایه‌ای که در حیات ذخیره سفربری مبلغ می‌خورن و قانون یک ماه خدمت می‌کنن. چطورش گفتید این پیرامونی بود. این باری اول نیست که رئیس مجلس نمایندگان از وکیلان می‌خواهد بیرون از روزنامه جلسه سوال ندهند، ولی در صحبت‌های بدون ثبت چندی از وکیلان گفتند آنها صلاحیت دارند از منصبداران اطراف دیگر مسئله‌های داغ که در روزنامه جلسه پیش بینی نشده است بپرسند. حقوقشناسان بر اینند که وکیلان هنگام جلسه‌های پارلمانی حق دارند بیرون از مسئله‌های قبلا تعریض شده بحث و گفتگوها را به مسئولان انجام دهند. چون مذاکرات پارلمانی همچون یک شکل ویژه‌ای فعالیت پارلمان
درست براه نمانده شده است با وجود آنکه پارلمان کسبی و دائم عمل کننده در نظام حاکمیت دولتی تأسیس یافت، وکیلان پارلمان وابسته به درخواست های انتخاب کننده هاشان با استفاده از فرصت های مناسب که کمتر به آنها دست می دهد و اشتراک نمایندگان وکالتدار نهادهای مقامات اجراییه یا دیگر عدالت سودی و غیره کوشش میکنند که سوال کنند و به ماهیت سوالشان پاسخ گیرند. از این خاطر هیچ کس و از جمله و بخصوص رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی حق محدود کردن آنها را ندارد. از اول ماه اپریل دعوت بهاری به صف ارتش تاجیکستان آغاز شده است و دوام بیش از 2 هفته چندین حالت شکایت از سربازشکار یا ابله رسانه‌ای گردیده است. بازداشت جوانان در کوچه و بازارها و فرستادن آنها به ارتش در تاجیکستان به یک عمل معمولی در طول سالها تبدیل گردیده است. ادامه برنامه در عرفه اولین سالگرد حوادث خونین در مرز تاجیکستان با قرقیزستان یک هیئت ایجادی رادیو آزادی به واروخ سفر کرد. در برنامه‌های آینده سلسله گزارش‌ها از این منطقه کشور پیشنهاد شما می شود. اما حالا پرسش را منظورتان می کنیم. در روز اولی سفرشان همکاران مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی از خود ساکنان واروخ درباره مشکلاتشان سوال کردند. اینجا جماعت واروخ شهر اسفره است، منطقه که 40,000 اهالی دارد و سالهای اخیر اطراف نام آن بحث‌ها زیاد است. قرقیزستان اینجا را جزیره قلمرو و یا انکلاو می نامد، اما تاجیکستان آن را رد می کند. امروز ما می رویم از ساکنان واروخ بپرسیم که بحث های مرزی روی زندگی آنها چه تاثیر گذاشته است. من هم واروخ آباد کردن، نقص کردن. فقط یک چیزی ما همین کم بودیم و همین راه بین قرقیزستان تا ترکیه راهی ما ویران شد. سال 72 همین تنگی میگو، این تنگی مثال همین که جای تنگی واروخ رفته تنگی گفتگی. اونجا 2 تا کوپری که ما یک تاش کوپری که شاخ بس بود ویران شده برفت. دویمش از همین حالت صدمه آوردن همین استاده است. این راه کوینه هم از قرقیزستان موند. این سال 74 رنگی راه هم قرقیز بمون سال ما گم. رفت و اومد راه گذاری میونان قرقیزستان برای همین تاثیرات یکدیگری میرسونه. پیشنهاد شما همچنین ساکن واروخ چی است برای حل همین مسئله؟ برای حل این مسئله وابسته برای همین خلق که یکدیگر فهمی کنند، یکدیگر فهمی کرده باید زیست زندگانی رو پیش برد. خیلی چند تا ماشین‌های سانکتی زده شکستن، خیلی میترسید. خیلی بعضی گرافیکایی که میشه به وقت تاریکی که میبینیم خیلی ترسو میگذاریم. همین سال واقعا وضعش شده، سال از سال وضع پیشو نقض بود، شرایط زور بود، آب همه میرسید، شهر به میرسید. باز ببینید که ما درختای ما همین واروخ استاده، آب خوش شده است. پرابلم واقعا او گرفتن نتونسته. بیچاره‌ها مونده، مولا جدا از آبنده، تماما اصولی حوالی به حوالی گشتن. من خونه رو میدارم، همه آدم‌ها سوال میکنند که چراگاه میشه نمیشه. چراگاه بسیارش قرقیزستان از این گزین خود کار گیتن که فقط علامت گذاری شود این سونی حل میشه. مردن نشود، مثال جنگ و جنجالی بعد وای نشود، پیشوا گفتن که وای حل میکنیم گفتن. فکر شما چی است؟ فکر من میگم که جنجال نشود، هیچکه مردن نشود، ما همچون دخترها و خدمت خلق کنیم. بینندگان عزیز، شکل پوره این پرسش و گزارش‌های دیگری مربوط به بحث‌های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را می‌توانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخوانید و تماشا کنید. خدا نگهدار.